اگه از من بپرسید میگم بهترین مدل دمکنی همین دمکنی‌های فری سایزه که دوختش هم فوق‌العاده آسونه. یه دایره به قطر 50 سانتی متر روی 2 لایه پارچه میکشیم و دورش رو برش میدیم. حالا از لبه یکی از دایره‌ها به اندازه 5 سانتی متر وارد بشید، یه جا دکمه بزنید یا با حلقه پانچ یه پانچ ایجاد کنید. حالا پارچه‌ها رو به روی هم قرار بدید و دور تا دورش رو دوخت بزنید. 4-5 سانت باز می‌ذاریم تا کارمون رو برگردونیم. بعد از اینکه کارمون رو برو کردیم، یه اتوی خوب بهش میزنیم. اون قسمتی از کار که باز گذاشتیم رو با دست یا با چرخ دوخت میزنیم. حالا با خودکار حرارتی یا با مداد اتود یه دایره 3 سانتی متری داخل کارمون میکشیم. حالا از اون دایره‌ای که کشیده بودیم 2 سانتی متر دیگه داخل میشیم و یه دایره دیگه میکشیم. الان ما 2 تا دایره روی کارمون کشیدیم که هر دوتاشو دوخت میریم تا آخر. اینجا من دوختا رو رفتم. حالا از اون جا دکمه یا اون پانچی که ایجاد کرده بودیم با سوزن پلاستیکی نخ ماکارونمون رو رد میکنیم و در آخر میتونیم از گلهای پارچه‌ای یا مهره برای نگهداری نخ استفاده کنیم. دمکنی ما دیگه حاضر شد. به همین راحتی میتونید ازش کسب درآمد کنید.